با سلام خدمت دانش آموزان عزیز، امیدوارم که روزتون بخیر باشه. خواستیم امروز در مورد الگو باهاتون صحبت کنیم. الگوهایی که ما از کلاس اول داریم میخونیم تو همه کتاب هامون تو همه این سالها تکرار شده. کتاب پای اول دور میز نشسته بودن و اون چیزی که رو کف زمین پهن شده بود الگو رو به ما نشون میداد که مثلث زرد، یه دایره آبی، یه مثلث زرد، یه دایره آبی، این الگو بود. یا رفتیم جلوتر، با توجه به رنگ ها و مثلا میوه ها الگوهای جدید یاد گرفتیم. مثلا یه رنگ زرد، یه رنگ قرمز، یا اینکه یه پرتقال، یه سیب. در کتاب ریاضی دوم وقتی اعداد رو یاد گرفتیم، رقم ها رو یاد گرفتیم و شمارش رو یاد گرفتیم، الگوهای عددی اومد وسط که مثلا این اعدادی که پشت سر هم اومدن جای خالی ها چیه، اعداد بعدی چی میتونه باشه. ما باید الگو رو میتونستیم پیدا کنیم تا حدس بزنیم عدد بعدی چیه. در ریاضی پای سوم الگوهای ما به صورت شکل‌های مختلف بود، مثل مربع‌هایی که کنار هم دیگه گذاشته شده و یه الگو رو تشکیل میدن که هر دفعه بیشتر میشن. مثلا تو این صفحه میبینید اول 1، بعد میشه 3 تا، بعد میشه 6 تا و در آخر میبینید که میشه 10 تا. حالا جا خالی رو اگه بخوایم حدس بزنیم باید الگو رو بلد باشیم که بدونیم چند تا داریم میریم جلو، چجوری داریم میریم جلو. در کلاس 4 هم الگویابی رو داشتیم، اما خب خیلی مختصر و کوتاه گفتن، اما عددها رو فقط بزرگ کرده بودن. عددهامون مثلا شد 100، 200، 300، یا مثلا پایینتر 120، 240، 360 و همینطور میرفت جلو. اما یه نکته‌ای در ریاضی کلاس 4 بود، اومد به ما گفتش که بین اعداد چه رابطه‌ای وجود داره. رابطه رو به شما میگه پیدا کنید تا اعداد بعدی رو از پیدا کردن رابطه به دست بیارید. در کلاس 5 میبینیم که الگوها به صورت هندسی یا به صورت عددی هستش و به رابطه بین الگوها هم اشاره داره. وقتی میرسیم به ریاضی 6 دیگه میگه الگو رو هم باید به دست بیارید. حالا در کتاب 6 مثال حالا دوچرخه رو زده، هر دوچرخه 2 تا چرخ داره. میگه اگه تعداد دوچرخه‌ها یه دونه باشه، هر دوچرخه هم 2 تا چرخ داره، پس یک دوچرخه ضرب در 2 تا چرخ میشه 2 تا چرخ. اگه حالا 2 تا دوچرخه شد، چند تا چرخ داره؟ 4 تا چرخ داره. میگیم 2 تا دوچرخه ضرب در هر کدوم هم 2 تا چرخ دارن، 2 تا 4 تا چرخ مجموعاً داریم. اگه 3 تا دوچرخه بود، تعداد چرخ‌های ما از این رابطه به دست میاد. 3 تا دوچرخه داریم، هر کدوم هم 2 تا چرخ دارن، یعنی 3 ضرب در 2 تا بشه جواب 6 تا چرخ. اگه ما 4 تا دوچرخه داشته باشیم، چند تا چرخ داریم؟ 4 تا دوچرخه ضرب در 2، 4 تا میشه 8 تا. در واقع به ما میگه رابطه‌ش رو یاد بگیر. اگه بهت گفتن 50 تا دوچرخه چند تا چرخ داره، سریع بیایی رابطه رو به دست آوردی، بگی 50 تا دوچرخه داریم، هر کدوم 2 تا چرخ دارن، یعنی 50 ضرب در 2 بشه 100 تا چرخ. داره الگوی اعداد زوج رو به ما یاد میده. میگه 2، 4، 6، 8، 10، همینطور برو. میخوام ببینیم رابطه‌شون چیه. خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اولین عددی که در این مجموعه قرار گرفته عدد 2. دومین عدد چیه؟ عدد 4. سومین عدد چیه؟ عدد 6 و چهارمین عدد 8. در واقع این 1، 2، 3 و 4 شماره عددهایی هستند که در این مجموعه قرار گرفتند. ما میبینیم در این مجموعه اعداد زوج اعداد 2 تا بالا رفتند، یعنی 2، 4، 6، 8. حالا اگه بخوایم محاسبه کنیم اعدادی که در این مجموعه قرار دارند، مثلا عدد سوم چنده؟
عدد دهم چنده؟ عدد 50 چنده؟ باید رابطه بین این اعداد رو بدونیم. ما متوجه شدیم که رابطه این اعداد دو تا بالا رفتنه. یعنی اگر هر عددی رو از ما خواستند، شماره اون عدد رو که به ما دادن ضرب در 2 کنیم. مثلا میخوایم بدونیم که سومین عدد این مجموعه چیه. باید شماره عدد که 3 باشه رو ضرب در 2 کنیم. 3 ضرب در 2 مساوی 6. یعنی عدد سوم از این مجموعه 6 هست. عدد دهم از این مجموعه چنده؟ شماره عدد 10 ضرب در 2. 10 دوتا 20 تا. دهمین عدد از این مجموعه 20 هست. 50مین عدد از این مجموعه چنده؟ شماره عدد 50 ضرب در 2 مساوی 100. 50مین عدد از این مجموعه 100 هست. در ادامه کتاب به سراغ الگوی اعداد فرد میره. در این الگو هم اعداد دو تا بالا رفتن. مثل الگوی اعداد زوج شماره اعداد رو بالا داریم. برای به دست آوردن هر عددی که مد نظر ماست شماره عدد رو باید ضرب در 2 کنیم، اما یکی ازش کم کنیم تا عدد زوج نشه. مثلا شماره عدد 3 اگه ضرب در 2 کنیم میشه 6 و سومین عدد به دست نمیاد. اما اگه یکی ازش کم کنیم یعنی 3 ضرب در 2 منهای 1 میشه 5. سومین عدد الگوی اعداد فرد به دست میاد. حالا اگه بخوایم 50مین عدد از این مجموعه اعداد فرد رو به دست بیاریم، 50 ضرب در 2 میشه 100 منهای 1 99. 50مین عدد در مجموعه اعداد فرد 99 هست. و بعد کتاب میاد الگوی مضرب‌های عدد 3 و بعدش مضرب‌های عدد 5 رو بررسی میکنه. اول باید بگیم که مضرب اصلاً چی هست. اگه یادتون باشه کلاس سوم ضرب‌ها رو به این صورت انجام میدادیم: 1 3 تا 3 تا، 2 3 تا 6 تا، 3 3 تا 9 تا، 4 3 تا 12 تا، 5 3 تا 15 تا. جواب‌های ضرب‌ها رو ما میگیم مضرب. یعنی این 3 6 9 12 و 15 مضرب‌های عدد 3 به حساب میان. یعنی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 که شماره عدد ما در الگو باشن ضرب در 3 شدند. یعنی 3 تا بالا رفتند. اگه بخوایم سومین مضرب عدد 3 رو مشخص کنیم، شماره عدد رو ضرب در 3 میکنیم. 3 تا 9 تا. سومین مضرب عدد 3 9 هست. 50مین مضرب عدد 3 چیه؟ میگیم شماره عدد ضرب در 3. یعنی 50 ضرب در 3 مساوی 150. 50مین مضرب عدد 3 150 هست. در الگوی مضرب‌های عدد 5 هم به همین شکل 5 تا بالا رفتند. پس برای به دست آوردن چهارمین مضرب عدد 5 شماره عدد رو ضرب در 5 میکنیم. 4 5 تا 20 تا. چهارمین مضرب عدد 5 20 هست. 25مین عدد مضرب‌های 5 چنده؟ شماره عدد رو ضرب در 5 میکنیم. 25 ضرب در 5 میشه 125. 25مین مضرب عدد 5 125 هست. در بعضی جاها میبینیم که الگوها رو به صورت شکل نشون دادن. یعنی مثلا در این تصویر میبینیم که شکل اول 3 تا چوب کبریته، شکل دوم 6 تا، شکل سوم 9 تا، شکل چهارم 12 تا. همون مضرب‌های عدد 3 هستند. هرچی که در الگوی عددی ما گفتیم در شکل‌ها هم به همین صورته. اونجا میگفتیم شماره عدد ضرب در 3، اینجا میگیم شماره شکل ضرب در 3. مثلا در شکل سوم میبینیم شماره شکل ضرب در 3 3 تا 9 تا. شکل سوم ما 9 تا چوب کبریت داره. حالا با توجه به چیزایی که یاد گرفتیم از ما دو جور سوال میپرسن. مثلا میگه نهمین مضرب 5 چه عددی است؟ یعنی از ما عددی که در الگو وجود داره رو میخواد. ما هم میگیم چون عدد رو از ما میخواد میگیم شماره عدد ضرب در 5. 9 ضرب در 5. نهمین مضرب از الگوی مضرب‌های 5 45 هست. در سوال دوم میگه 55 چندمین مضرب 5 است. اینجا دیگه عدد رو از ما نمیخواد. اینجا عدد رو داده از ما میخواد در الگوی مضرب‌های 5 55 کجا ایستاده؟ یعنی چندمین عدد در این الگو.
پس در واقع اینجا از ما شماره عدد رو میخواد، نه خود عدد. وقتی عدد رو میخواستیم شماره شکل رو ضرب در اون مضربی که از ما خواسته بود میکردیم، اما اینجا باید برعکس عمل کنیم. همه ما میدونیم که برعکس ضرب تقسیمه، پس باید اینجا تقسیم کنیم. عدد رو تقسیم بر 5 میکنیم. سوال اینجا میگه 55 چندمین مضرب 5 است. دقت کنید میگه چندمین، نمیگه چه عددی است. پس ترتیب ایستادن رو میخواد، در واقع شماره عدد رو میخواد. پس 55 رو تقسیم بر 5 میکنیم. 55 تقسیم بر 5 میشه 11، یعنی 55 11مین مضرب عدد 5 هست. یه مطلب از این درس باقی میمونه و اون این که اگه دوتا عدد زوج با هم دیگه جمع بشن جواب زوج یا فرد؟ در جواب باید گفت قطعاً زوج خواهد بود. مثلا 2 به اضافه 4 میشه 6 عدد زوج خواهد بود و هر مثال دیگه ای. اگه دوتا عدد فرد با هم جمع بشن جواب چیه؟ قطعاً زوجه. پس به طور کلی در جمع اگه هر دوتا عدد زوج بودن یا هر دوتا عدد فرد بودن جواب زوج خواهد بود، ولی اگه یکی فرد باشه یکی زوج جواب فرده. با آرزوی موفقیت برای تمام دانش آموزان، امیدوارم که این درس براتون مفید باشه. خدا نگهدار.